سیلر هیبریدی اشن، انتخابی مناسب برای آماده سازی و اشباع سطح چوب طبیعی پیش از اجرای کیلر. سیلر را به آرامی هم زده و از یک نواختی آن اطمینان حاصل نمایید. تینر فوری را به نسبت 2:1 با سیلر ترکیب کنید و مخلوط را به خوبی هم بزنید. سیلر هیبریدی با قدرت نفوذ و اشباع کردن بالا به طور یک نواخت روی سطح نشسته و با پوشش‌دهی عالی به مصرف بهینه و صرفه‌جویی منجر می‌شود. همچنین حفظ بافت طبیعی چوب و عدم تغییر فام چوب یا جوهر مصرف شده از دیگر ویژگی‌های مهم این محصول است. در کوتاه‌ترین زمان پس از پاشش، خشک شدن سریع و امکان سنباده زنی را تجربه می‌کنید. این موضوع موجب سرعت کار و کیفیت اجرای نهایی می‌شود.